سلام علیکم همدیاران عزیز، اعضایان گروه انگور و باغ. امروز 11 یولی سال 2025 قرار دارم در حولی خودم شهر دوشنبه در زیر چایلوب انگور شاهانه. انگور شاهانه ما آمده پخته رسید. خدا خواهد یک هفته پس به خوردن باب می شود و ما شروع میکنیم به خوردن این انگوری، یکی از بهترین انگورهای محلی خودمان. ما هم همین سال گوشت چشمی کردیم و در همینجا انگور شاهانه با مزه خوریم. گفته بسیار موندم، یک 50 خوشه زیاد 57 اینجا هست. نبینید انا همین کندهش آمدگه است و از اینجا و دوامی کنده رفتگه است در اونجا و در اینجا نیز یک 50 زیادتر خوشه هست. اکن همین چشم آدمی زیاد گوشنه ده همین کمتر نیمونی گو بیچاره زور زده پخته سوده است. من هم باشم بیقینش ده شربت آباد داده سویم که همین نقص قوت گیردی. نبینید چه زور شدگی. هر یک خوشه که 2 کیلو 3 کیلو 2 کیلو 3 کیلو می بروید. انا هم دوران عزیز شربت هاش چیست؟ شربت ها رو من به شما نشان میدیم. این همین پورو اوبا هست. شربت ها یکی پورو اوبا هست. اینجا پر بود من دادم. اوبا دیدید؟ داخل این انامی علف های سبز رو درویدم یک مقدار پرتفتم. از بالاش پوروی مرغ پرتفتم. میتونید پوروی نه پوری گو پرتفتم. 2-3 سطل بعد پوری او کردم و یک 10 روز می ایستادم. اینجا خیلی می جوشد. دیدید؟ و از همین وقتی که آب میتیید درختاتون دلخواه درخت روسی گویم شما نقض میفهمید لبوی درخت دلخواه درخت رو شما میتونید با همین غذا دهید. یعنی که وقتی که آب پر میکنید 1 سطل از هوای میریزید درخت غذا میگیرد. درخت غذا که گرفت بعد زورش میرسد به پزاندنی و نمی 100 کیلو انگور در یک توک بعد میپزاند. چون که شما غذا رو از بخیرش میدید. دیدید چقدر انگورهای وظیف. انا این یکی از راههای غذا دادن انگور. یک 3 مرتبه دادم غذا در یک ماه، در 2 ماه. من حالی با 4 مرتبه هم تیم اگر یعنی که بسیار کاری خوب میکنیم. منم درون عزیز منم خیلی نهالاتون رو شما میتونید غذا تید و صاحب انم خیلی انگورها شاید. اینش هم غذا داده استادیم و این یک اینش نمیدونم 200 کیلو داره در تنش. یک تا همین یک بیخ انگور یک بیخ انگور در تنش. من اواتر هم هست پیوند کردگی. من اینجا پیوند کردم. من این اواتر کشمیش سیاه شده استاده است و دیگرش همش حسینی خودمون بهترین حسینی که اینو گرم قطعی میزنید راحت میکنید. بینید تنه این ده بگونه یک 200 کیلو بار است ده. ببینید اگر خطاگی نکنم 150 انا اگر 200 هم نباشد بنا گوید که بسیار وحیمه میکند. 50 کم کردم. دیدید این حال پخته میرسد زب زرد میشود. من نونی گرم قطعی میزنید بعد مشق میبروید. ببینید این هم غذا بالا در سر غذا. این هم منمو پورو اوبر و شربت اوبر پورو رو زیر میکنید. وقتی که آب میریزید در همینجا شلنگ قطعی آب بسیار میشد. 1 سطل 1 سطل 2 سطل 2 سطل میریزید. یه بهترین میشود. در خیلی که گوره اینش هم نشان تیم. اینش کشمیشی محلی خودمون سیاه شیرین قم بریم با مزکو. این برای خوردن خودمون همین خیلی انگورهای بهترین تاجیکی رو هم میمونیم که خوریم. البته کشمشش رو بسیارتر میمونیم چون که کشمش خوردنش خوردن با این باز همون اواتر است. باز همون اواتر می باشد.
شما رو ببینید چه خوشش رسیده است. یک تا آبونه چی گفتی برای چی خوشش مایده مایده در پرنگیشون دادم. مایده در بیرون بینید چقدر کلام کلام. درون بکی بود برای همه مایده. وقتی بغردور شوی گردول شوی وای شمول نمیرسید برای وای. انا همدیرون عزیز این بود یک نواری از انگورهای من که شما چشمتان را یک آب دهید. انگور سرش در نکرده است چون که 4-5 مرتبه علاکه دارو زدیم، فرو ریختیم، شربت آوا دادیم. خیلی خلاصی گپ مهنت شکمی سیر است. هم شرف است هم شکمی سیر است. خوراک نباشد یک تا نون رو میگیرید و همه انگور خطی میزنید گرد کم گفته شکمکتان سیر میگرده. رحمت و دقتتان.